استخراج معدن سنگ آهن تودی هرات با سرمایه‌گذاری 140 میلیون دلار. معدن سنگ آهن ساحه تودی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات یکی از پروژه‌های استراتژیک و حیاتی در بخش معدنکاری افغانستان است که می‌تواند تأثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. این معدن که در مساحت حدود 17 کیلومتر واقع شده دارای ذخایر اولیه سنگ آهن به مقدار 7 میلیون تن است. پروژه استخراج و فراوری سنگ آهن این معدن به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برای تقویت صنعت فولاد و رشد اقتصادی افغانستان مطرح است. کارهای اکتشافی و جیوفیزیک در این معدن به پایان رسیده و عملیات عفاری در 60 نقطه مختلف انجام شده است. این اقدامات به منظور شناسایی ذخایر معدنی، ارزیابی ویژگی‌های ژئولوژیکی و شیمیایی سنگ آهن و بررسی کیفیت معدن انجام شده است. با تکمیل این مراحل برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که استخراج سنگ آهن از معدن تودی در کمتر از 1 سال آینده آغاز خواهد شد. این معدن می‌تواند نیازهای داخلی کشور به مواد خام معدنی به ویژه برای صنعت فولاد را تامین کند. یکی از جنبه‌های برجسته این پروژه تأسیس یک کارخانه ذوب آهن است که با هدف تولید آهن و فولاد در داخل کشور ساخته خواهد شد. این کارخانه نه تنها می‌تواند نیازهای داخلی به فولاد را تامین کند، بلکه امکان صادرات این محصولات به بازارهای خارجی را فراهم می‌آورد.